حالا احوالتون چطوره؟ آقا بازم دور همیم میخواین یه موشکافی مختصر دیگه داشته باشیم. امشب ذره‌بین موشکافی رو میخوام بندازم رو طلسم منطقه‌ای عظما و زوم میکنیم رو وضعیت پتال علیگدا توی یمن. اولین خبر ملاحظه بفرمایید تا بعد بگم قضیه از چه قراره. وقال عز الدين الأصبحي وزير الإعلام اليمني تلویزیون الجزیره: مشاوره های ژنو بدون دستاورد پایان یافت. عزالدین الصبحی وزیر حقوق بشر یمن که در هیئت مشاوره دولت یمن شرکت داشت گفت در ژنو فاش شد که واقعیت شبه نظامیان متمرد و آشوبگر در مقابل تصمیم گیری های مهم چیست. وزیر حقوق بشر یمن با اشاره به عوامل رژیم ایران که هیئت حوثی را همراهی می‌کردند اضافه کرد: بسیار روشن شد که ما در ژنو با هیئت حوثی‌ها و همپیمانان آنها روبرو نبودیم. اگرچه آنها تلاش می‌کردند که بگویند موجودیت‌های سیاسی اند، ولی آنها از هم پراکنده بودند و حتی از اینکه بعضی افراد همراه این هیئت به ژنو آمده بودند احساس نگرانی می‌کردیم. الصبحی اضافه کرد: در حال حاضر باید گفت که دنیا با ماست و جامعه جهانی با ماست و امور به روال درست خود باز خواهد گشت و راه حل فراگیری در مقابل این جنگ و اجرای قطعنامه‌ها وجود خواهد داشت. وقتی طوفان عربی بلند شد اولش علیگدا افتاد به موسموس کردن، بعد که دید قضیه جدیه و طوفان داره میاد سمت عبا و عمامه خودش، رفت تو کار عداوتوارای دیپلماتیک و سردموندن این و اون. بعدم سوار شد رو طرح سازمان ملل، فکر کرد با صدور تروریستاش به عنوان هیئت مذاکره کننده میتونه دنیا رو سر کار بذاره و به یمن خوری ادامه بده. ما دیدیم که ورق برگشت و یه توپوزی دیگه به کلکسیون علیگدا اضافه شد. وفي مؤتمر صحفي لجماعة الحوثي رشق در کنفرانس مطبوعاتی هیئت نمایندگی شبه نظامیان حوثی که در ژنو برگزار میشد، یک زن یمنی با پرتاب کفش به هیئت حوثی آنها را متهم کرد که کودکان و زنان یمن را کشتار میکنند. این زن شجاع به هیئت حوثی گفت: کاری که شما انجام میدهید کنفرانس مطبوعاتی نیست و ربطی به مطبوعات ندارد. شما حق آن را ندارید که از مطبوعات سوء استفاده کنید. کار شما هلاکت و نابودی مردم یمن است. خوردی علیگدا، پس حالا هستشو توپ کن. همینه دیگه، کسی که به نیابت آدم میفرسته ژنو باید لنگ دمپاییش رو هم نوش جان کنه. این لنگ کفش در واقع به عمامه علیگدا خورد. معنیش هم این بود که دیگه دوره این دجال بازی ها تموم شده. این لنگ کفش یه اشانتیون کوچیک از سیدی اساسی بود که آخوندا تو ژنو خوردن. پاریس: شخصیت‌های عربی و خارجی تأکید کردند که طوفان قاطع در یمن امید را به جهان عرب برای متوقف کردن گسترش رژیم ایران بازگرداند و این به سنگین ترین سیلی تبدیل شد که رژیم تهران دریافت کرد. آخوندا که فکر میکردن با این شامورتی بازی ها و سوار شدن رو طرحهای مماشاتی سازمان ملل میتونن طوفان منطقه ای رو بپیچونن و ترمز دستی تحولات رو بکشن، حالا خودشون رو در مقابل تریلی میبینن که داره با سرعت 10 برابر میاد به سمت جسم ناقص عظما. دعوة لأي دولة أخرى للمشاركة في محادثات جنيف المقبلة حول اليمن. سخنگوی بان کی مون دبیر کل ملل متحد خبرهای مربوط به دعوت از رژیم ایران برای شرکت در کنفرانس ژنو را تکذیب کرد. عبدالله المعلمی نماینده دائم عربستان سعودی در سازمان ملل متحد گفت: رژیم ایران مطلقاً هیچ ربطی به کنفرانس ژنو در مورد یمن ندارد و هرگز جزئی از راه حل بحران یمن نخواهد بود، بلکه جزئی از گردابی بود که جامعه یمن را تجزیه کرده است.
میگم رفقا، حالا روشن شد که چرا آخوندا تو این چند روز به کارناوال استخون رو آورده بودن. معلوم شد که میخواستم با این پیوند استخون چه دردی رو دوا کنن. آخه بنده موشکاف چند بار باید به این علی گدای مفلس بگم که بابا کار تمومه، دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. هرچی بیشتر شلنگ تخته بندازی سرعت کله پا شدنت بیشتر میشه. نوش جون.